خب وقتی که داریم رانندگی میکنیم میدونم همه شما اول یه حس و حالی میگیریم، مثل خود من، مخصوصا وقتی پشت همچه ماشین نمیشه. ولی این حس و حال دلیل نمیشه که بعد به مردم بیچاره و بدبختی که اونجا دارن رانندگی میکنن پارت تایم بهشون بدیم یا بخوام اذیتشون بکنیم. میتونیم خودمون لذت ببریم وقتی که تو شلوغی داریم رانندگی میکنیم، وقتی که ترافیک داریم. ترافیک منظورم وقتی که توی خیابون داریم با این ماشین رانندگی میکنیم. معمولا شبا که میایم برای کروزینگ، اون موقعیه که اگر خلوته شما میتونید از پرفورمنس ماشینتون استفاده بکنید. این خیلی نکته مهمیه که همه ما، چه من، چه شماها، چه هر کسی دیگه تو هر کشور دیگه، فرقی نمیکنه چه ماشینیه. حتما ماشین نباید خیلی های اند باشه. هر کی یه جور ماشین میتونه بگیره. یکی میتونه یه ماشین $1 میلیون جمع کنه، یکی میتونه با $50,000 ماشین جمع کنه، یکی با $5,000. اون چیزی که تو عشقتو توش گذاشتی، پس از عشقت باید لذت ببری، نباید عشقتو ابیوز بکنی. درسته؟ من علاقه خیلی زیادی به نیسانای زد دارم که همون فیرلیدی هستن، چه از نسل قدیمش چه از نسل جدیدش. علت این که اصلا کلن چرا من علاقه شدید به ماشینای ژاپنیز، همون JDM یا ماشین ژاپنی پیدا کردم، یه داستانی پشتشه. حالا whatsoever پدر من تو کار ماشین بود در ایران خیلی سالهای پیش. یک بار من خونه بودم و مادرم به من گفت، پدرت زنگ زد گفتش که میخواد بیاد دنبالت. پدرم اومد دنبالم. در رو که باز کردم اول شاک شدم. یه نیسان 300 ZX، یعنی همون 300 ZX Fairlady Twin Turbo آن رنگ سفید و تی تاپش هم برداشته بود. اول که ماشین رو نگاه کردم خب اصلا متوجه نشدم این چه ماشینی. فرض سال 1991 و ماشین در ایران. به بابام گفتم چیه این؟ گفت نیسانه، بیا بشین. خلاص من وقتی نشستم توی داش، اول اتمسفر کلن همه چی ماشین، صداش منو گرفت. پدرم به من گفت کربن تو ببند، میخوام بریم برای درایو کردن. همیشه وقتی پدرم رانندگی میکرد انگار پروانه تو دلم پر میزد، چون از یه ور احساس امنیت میکردم و یه ور خیلی اکسایتمنت، یعنی همون خوشحال بودم. وقتی که داشتیم دور میزدیم، پدرم داشت در ماشین برای من توضیح میداد. میگفت موتورش 3 لیتر توین توربوه. برای من توربو رو توضیح داد که چه جوری کار میکنه، عمل میکنه. حرف جالبی به من زد، گفتش که در آینده بین 20 تا 25 سال دیگه نیسان ماشینایی میسازه که میتونه حتی بهتر و بهتر از ماشینای لامبورگینی یا پورشه یا فراری باشه. که الان وقتی که این موقعی خب کار من تو کار ماشین و این چیزا هست، وقتی نگاه میکنم من پدرم اون موقع چه حرف جالبی من زد، مثل نیسان GTR که اومد، مثل نسل‌های دیگه نیسان که اومد، تکنولوژیایی که بعد قسمت‌های افتر مارکت آوردن که روی ماشینا نصب کردن، خیلی توجه من رو حرفای پدرم من جلب کرد. برای همین این باعث شد که من علاقه خیلی شدیدی روی این ماشین داشته باشم و الان ماشینی رو دارم جمع میکنم، یه نیسان 370 زد، موتور بیلد شده
با GTM توربو کیت که یکی از بهترین توربو کیت های تو بازار، علتش هم یکی کیپبل میکنه با پاورهای خیلی بالا، یعنی شما میتونید 800 900 تا 1000 horsepower روی این بگیرید. ماشین تقریبا در حدود بین 700 خورده تا 800 horsepower پودداون قدرتش خواهد بود. تورک همون گشت آورش رو فعلا نمیدونیم، تا هفته دیگه ویدیو رو میذاریم براتون. امروز ویلزاش یعنی همون رینگاش لاستیکاش رسید برامون، تا 2-3 روز دیگه کویلوورش میاد که همون ساسپنشن ماشین رو برای هفته دیگه میاریم برای نمایش و برای ویدیو. آره این داستان این بود که چرا من ماشینای ژاپنیز رو اصلا کلا خیلی علاقه‌مندم و دوست دارم اینا کار بکنم. بچه‌ها دور هم جمع شدیم. روحانی